یه روز صبح از خواب پا شدم، قبل از اینکه حتی چشمام کامل باز شه گوشی رو برداشتم. 3 پیام قسط، 2 قبض، 1 پیام از بانک نوشته شده بود موجودی شما شکر. یعنی رسما بانک هم داشت مسخره‌ام میکرد. اونجا بود که به خودم گفتم داداش این زندگی یا باید تغییر کنه یا من مهاجرت کنم به یه سیاره ارزون‌تر. میدونم زندگی خیلی اینطوریه. اگه تو هم صبحات این شکلیه، این ویدیو مال توه. یه دوره‌ای بود من فکر میکردم بدشانسی یک موجود زنده است که پشت در اتاقم کمین کرده. کافیه یه روز خوشحال باشم، در رو باز کنم، میپره رو میگه سلام، دوباره من اومدم زندگی تو خراب کنم. میخوام بگم همه چی یه جورایی بی برنامه و شلخته جلو میرفت. خرجام، کارام، حتی خوشحالیام. خیلی گشتم دنبال راه حل. کتاب خوندم که یکیش بخواهید تا به شما داده شود از استر هیکس بود. مقاله خوندم، ویدیو دیدم. خلاصه خیلی تحقیق کردم تا اینکه متوجه شدم مشکل از اوستا بدشانسی نیست. مشکل از طرز فکریه که سالها بدون اینکه بفهمم تو ذهنم جا خوش کرده بود. گفتم دیگه بسه. یه دفتر خوشگل با یه قلم نو برداشتم. صفحه اولش بالای صفحه نوشتم من آدمی هستم که... حالا گوش کن و تو هم این تکنیک رو انجام بده. تو هم یه دفتر بردار، یه قلم نو بردار، صفحه اولش بنویس مثل من آدمی هستم که... حالا چند تا نفس عمیق بکش و 3 ذهنیت مالی که درباره خودت داری رو بنویس. اینم بگم که قرار نیست خودتو قضاوت کنی ها. حالا من چیا نوشته بودم من آدمیم که وقتی پیام بانک میاد قبل از باز کردنش فاتحه‌مو میخونم. من آدمیم که وقتی پول دستم بیاد یهو یه وسیله توی خونه خراب میشه. من آدمیم که هر چی تلاش میکنم باز آخر ماه میپرم رو اعصاب خودم. واقعیت رو نوشتن مثل شروع رژیمه. اولش سخته ولی بعدش اولین قدم برای تغییر همینه. خب حالا تو وقتی اینا رو نوشتی یه نفس عمیق بکش و پایینش بنویس که از الان به بعد خودم رو اینطور میبینم. 3 جمله رو بنویس که دوست داری خودت رو اونطوری ببینی. 3 جمله مثبت، 3 جمله واقعی، نه رویا پردازی. مثلا من آدمیم که خیلی بهتر تصمیم مالی میگیرم. من آدمیم که قبل از خرید هر چیزی، چه میدونم مثلا 3 ماه حرارتی، یکم فکر میکنم، آنالیز میکنم که آیا واقعا احتیاج دارمش یا نه. من آدمیم که میفهمه ارزشش بیشتر از استرسیه که به خودش میده. این تکنیک جوریه که انگار داری خودت رو آپدیت میکنی. خب دوست خوبم داری گوش میدی دیگه. یه نکته دیگه این تکنیک اینه که در حین انجام این تکنیک 1 لیوان آب کنار دستت باشه. وقتی 3 جمله رو نوشتی اون آبو بر میداری و مینوشی. با لذت مینوشی. فکر کن بعد یه تشنگی طولانی 1 لیوان آب خنک بهت داده. این میشه امضای ذهنیت. یه نکته اینجا وجود داره، جمله هایی که مینویسی خیلی خشک نباشه. احساس داشته باشه توش، طوری که بعد نوشتنش حس خوب داشته باشی. ذهن ما مثل فروشنده های سمجه. میگه این جنس رو قبلا خریدی، عیب نداره، ولی این رنگشو که نداری. اگه سالها بهش گفتیم من همیشه کم میارم، همون الگو رو تکرار میکنه. وقتی این تمرین رو هر روز انجام بدی تو به مغزت یک نقشه جدید دادی. حالا نتیجهش چیه؟ یه خرید غیر ضروری میخوای بزنیم، یه انگار یکی تو گوشت میگه خب این لازم بود. پول میاد دستت، یهویی بعد یه مدت دود نمیشه بره هوا. پیام بانک میاد، به جای وحشت میگیم خب بذار ببینم چه خبره. اینا کوچیکن ولی دقیقاً همینا دنیاتو عوض میکنن. حالا نتایج کی شروع میشه برای هر کسی متفاوته. بستگی به اون فرکانسی که موقع تمرین میفرستی داره. یکی زودتر، یکی دیرتر. اما معمولا بعد چند روز اولین نشونه ها ظاهر میشن.
نه لزوما پول، اولش آرامش میاد، همون آرامشی که گمش کرده بودی. بعدش کم کم تصمیمات بهتر میشه و اون وقت اتفاقات شروع میشن. اگه یه مدت این تمرین رو انجام بدی متوجه میشی که حس کنترل زندگیت رو به دست میاری. خب دوستای خوبم، امیدوارم براتون مفید بوده باشه این تکنیک. اگه دلت تکنیک های بیشتر میخواد تو کامنت حتما برام بنویس و امیدوارم این تکنیک رو استفاده کنید و لذتش رو ببرید.